امروز اومدیم با 2 تا ماکتل از برند فریمن که با این طراحی جالبش این روزا ترند شده. پس بریم ببینیم چه مزه‌ای داره. بچه‌ها این ماکتل‌ها سعی کردن که طعم نوشیدنی‌های الکلی رو شبیه سازی کنن. برای کسایی که نمیخوان نوشیدنی‌های الکلی بخورن ولی دوست دارن طعمشون رو تست کنن، نمیخوان مست بشن. یکی با طعم جین و یکی با طعم رام. بریم ببینیم چه مزه‌ای داره. این یکی حس و حال نوشیدنی جین رو داره با طعم گریپ فروت و لیمو. همون جوری هم که می‌بینید خیلی ظاهر باحالی داره. بوی گریپ فروت. حس و حال طعم نوشیدنی جینو داره. حالا ما که نخوردیم ولی حس و حال طعم نوشیدنی جینو داره. جین بدون الکل. این یکی حس و حال نوشیدنی رامو داره که یکی از قدیمی ترین نوشیدنی‌های الکلی دنیاست با طعم آناناس و نارگیل. و همون جور که ظاهر اینم می‌بینید خیلی باحاله. نارگیل خیلی باحال و بوی آناناس. چقدر بورسانیشون باحاله، کاملا اون بویی که نوشته رو میده. مزه نارگیلش خیلی غالبه، یه طعم شیرین و استوایی مانند داره تقریبا. و واقعا این رامو دیگه ما نخوردیم که ببینیم طعم رام میده یا نه، ولی اگر رام این طعمو میده خیلی خوشمزه است. جنبندی این که به نظرم به عنوان یه ماکتل خوشمزه ارزش امتحان کردن رو خیلی داره. من که پیشنهاد میدم این طعمش رو حتما تست کنید. اگر شما هم با من هم نظرین حتما لایکو بزنید و کامنت کنید که آیا شما هم تست کردین، خوشمزه است یا نه.